سلام بچه‌ها، خوش اومدیم به یه ویدیو جدید. امروز هم می‌خواستیم راجع به مباحثی درباره بازار فارکس باهاتون صحبت کنیم که یکی از مباحث مهم بخش تکنیکال میتونه باشه و اگر این موضوع رو شما در معاملات خودتون رعایت کنید بسیار میتونه توی وین ریتاتون تاثیرگذار باشه. پس در ادامه با من همراه باشید. خب دوستان، به این ویدیو خوش اومدین. امروز هم میخواستم راجع به یکی از بخش‌های تکنیکال باهاتون صحبت کنم که خیلی از دوستان راجبش در داخل اینترنت اصلا صحبت نکردن و مبحثی هستش که معامله‌گرهایی که بیشتر از 2-3 سال هستش معامله میکنن در بازارهای فارکس به این نکته بسیار برخورد کردن. و اگر ما بخوایم راجع بهش صحبت کنیم، اولوش 7-8 دقیقه میشه که سعی میکنم من امروز در این ویدیو به صورت کامل بهتون آموزش‌هاش رو بدم و بهتون بگم این روندها به چه صورت شکل خواهند گرفت. و در ادامه هم چند نمونه ازش مثال میزنیم و در بخش لایو بازار هم 2-3 تا از نمونه‌های تکنیکالیش رو میایم در کنار هم قرار میدیم که یه جمع‌بندی کاملی رو شما عزیزان داشته باشین. بخش اسمارت مانی یا همون سرمایه‌های هوشمند و فعال هستش که در بازار میتونن نقدینگی رو از شما بگیرن. حالا در ادامه راجع به بخش نقدینگی و جذب نقدینگی میایم صحبت میکنیم که به صورت کامل براتون جا افتاده باشه. اگه من بخوام چند نمونه ازش مثال بزنم، اولین نمونه‌ای که میتونم براتون مثال بزنم، کجا ما این جذب نقدینگی رو به چشم میبینیم. خب دوستان، همونطور که در تصویر مشاهده میکنید که این زمان نقدینگی و جذب نقدینگی اتفاق میفته و چه کسایی توی بازارهای مالی این کار رو انجام میدن. خب دوستان، چه کسایی میان و این سرمایه ها رو از ما میگیرن؟ دقت کنید، من یه منطقه بیسی، یه منطقه رنجی پیدا کردم برای معاملات خودم. روی این قسمت یه اوردر خریدی قرار دادم، استاپ خودم رو زیر این اوردر قرار دادم و گفتم اگر به سمت پایین بیاد من میتونم سرمایه‌مو حفظ کنم. حالا الان روند چی شده؟ اومده با یه شادو بلند به این ناحیه رسیده و مجدد به سمت بالا حرکت کرده. حالا این بایرها و سلرها چه کسانی هستن که این روند رو برای من معامله‌گر ایجاد میکنن که من معامله‌گر نتونم سود کنم و روند قیمتی بیاد و یه شادو بزنه و بره بالا. توی این روندهای معاملاتی ما بسیار بهش برخورد کردیم. در وبلاگ و وبسایت‌های ایرانی اصلا ما این موضوع رو نمی‌بینیم که یه سری صحبت‌های تکمیلی راجبش بکنن و یه سری اطلاعاتی رو داده باشن. اگر هم باشه قاعدتاً خیلی کمتر هستش. ولی امروز ما اومدیم راجع به این بخش صحبت کنیم که یه دیتای کاملی رو شما داشته باشین. در بازارهای مالی این پول‌های سنگین میان و اوردر فروش قرار میدن. حالا اگه سهام به قول معروف گلد باشه، اونس جهانی طلا باشه، نقره باشه، در تمامی بازار فارکس این امر حکمفرما هستش. دقت کنید توی تمامی جفت ارزهای معاملاتی، توی تمامی بخش‌ها این امر به صورت کامل انجام میشه. تا اونجایی که من توی بازار کار کردم، الان 4-5 سال در بازار فارکس در حال فعالیت و معامله هستم، تمامی این نمودارها رو مشاهده کردم و به این نکته برخورد کردم. پس به این نکته دقت داشته باشین. اگر میخواین استاپ لاس خودتون رو قرار بدین، چه زمانی من باید بیام و استاپ لاس خودم رو زیر این محدوده قرار بدم، سعی کنید 2 برابر این محدوده، زیر این محدوده استاپ لاس خودتون رو قرار بدین. و اگر زیر این محدوده بخواد نفوذی رو داشته باشه، میتونید 90% معاملاتتون رو ریسک فری کنید و بعدش به سمت بالا حرکتی رو داشته باشین. دقیقاً دقت کنید که من اگه میخواستم توی این قسمت زون حمایتی بیام و یه معامله ای رو باز کنم و اگر استاپ هم رو 2 برابر این چیزی که قرار داده بودم، دقت کنید 2 برابر این محدوده ای که قرار داده بودم، استاپ من میافتاد نزدیکای 17.50 که من کامل میتونستم از این معامله به قول معروف جون سالم به در ببرم و مجدد به سمت بالا حرکتی رو داشته باشم. و اگر هم استاپ میخوردم، درسته استاپ سنگین تری رو داشتم، ولی میتونستم روند بازار و روند معاملات خودم رو به صورت کامل داشته باشم. در تصویر بعدی همونطور که مشاهده میکنید مجددا ما به یه سطح حمایتی داشتیم که بارها بهش برخورد کردیم و مجددا با یه شادو بلند
به سمت پایین حرکت کردیم. این نقدینگی هستش که بانک‌ها از شما جمع میکنن برای روند مجدد قیمتی. پس به این نکته توجه کافی رو داشته باشین که با بای زدن‌های متفاوت و سل زدن‌های متفاوت میان و قیمت رو به این حالت در میارن که بتونن سوخت روند قیمتی رو از نقدینگی شما تأمین کنن. به این نکته دقت کافی رو داشته باشین، چون میتونه توی 90% معاملات خودتون سرمایه اصلی خودتون رو حفظ کنه و مجدد به سمت بالا برگشتی رو داشته باشین و از زیانهای متعدد جلوگیری کنه. همونطور که بهتون گفتم قیمت بعد از رسیدن به این محدوده با یه واکنش سنگین به سمت بالا حرکت میکرده و شما مجدد میتونستین اون پول خودتون رو از بازار پس بگیرین و وارد سود بشین. پس به این نکته توجه کافی رو داشته باشین. نمونه بعدی هم در الگوهای مثلثی شکل هستش که توی ویدیوهای گذشته بخش تکنیکال راجبش به صورت کامل صحبت کردیم و اومدیم راجب نواحی مختلف و الگوهای تکنیکالی باهاتون صحبت کردیم. تمامی ویدیوهای اون بخش رو هم قرار میدیم و از 0 تا 100 سعی میکنیم اطلاعاتی رو خدمتتون قرار بدیم. همونطور که راجع به الگوی مثلث در کانال صحبت کردیم که قیمت پس از شکستن از این منطقه میتونست واکنش‌های خوبی رو داشته باشه. دقت کنید بعد از برخورد سایه سنگین به این محدوده و دریافت نقدینگی مجدد به سمت بالا برگشته که کامل میتونست شما رو از ضررهای بیشتر جلوگیری کنه. پس دقت کنید وقتی در حال قرار دادن استاپ هستید سعی کنید اگه استاپ خودتون رو تو این محدوده ها مثلا محدوده 118 قرار دادین سعی کنید 2 برابر اون محدوده قرار بدین. توی این شرایط استاپ شما میخورده ولی میتونستین با یه اطمینان بیشتری از معاملات خودتون خارج بشین. یه وین ریت حدوداً 70-80% بهتون میده. تو بعضی نواحی کامل کارساز نیستش، بخوام به صورت جدی بهتون بگم. و ما در کانالمون اصلا نمیگیم که معامله‌گری شما رو ثروتمند میکنه. معامله‌گری ما میخوایم اصول معامله‌گری رو به شما یاد بدیم و نمیخوایم یکی دو روز تا بازار بالا هستش در کنار شما باشیم، وقتی که بازار میریزه کلا کارمون رو جمع کنیم و بریم. پس به این نکته توجه کافی رو داشته باشین. با قرار دادن 2 برابر استاپ خودتون تو این نواحی‌ها میتونید سرمایه خودتون رو نجات بدین یا حداکثر وقتی بتونید معاملات خودتون رو از زیان خارج کنید که حداقل زیان به شما وارد بشه. به طور مثال اگر اینجا بخواد مثلا استاپ شما مثلا با $15 یا $20 زیان زده بشه، تو اون نواحی میتونید با $1 زیان خارج بشین که کاملا منطقی هستش. بچه‌ها اگه بخوایم چند نمونه لایو رو خدمتتون ارائه کنم، دقت کنید در ارز یورو به پوند انگلیس هستیم و میخوام یه نواحی رو که براتون اتفاق افتاده بهتون نشون بدم. خب دوستان ما اینجا برخوردهای متفاوتی رو داشتیم و به سمت بالا حرکت کردیم و مجدد به سمت پایین حرکت شارپی رو داشتیم. دقت کنید که اگر من میخواستم محدوده‌ای رو برای خودم مشخص کنم، این شادوهای بلندی که شما در تصویر میبینید میتونست بنده رو به صورت کامل از بازی خارج کنه. دقت کنید که اگر من اینجا معامله‌ای رو باز کرده بودم و اگر استاپ لاس خودم رو زیر این محدوده میذاشتم نسبت به دیتایی که قبلا داشتم، دقت کنید نسبت به دیتایی که قبلا داشتم من استاپ خودم رو روی این محدوده قرار میدادم و اگر میخواستم با یه حداقل سودی از بازار خارج بشم اومده و 2 برابر تارگت من رو هم زده. و دقت به این موضوع داشته باشین که اگر من اینجا وارد شده بودم اینجا خارج میشدم و این نقدینگی به دست بانک ها می افتاد و من از بازی کاملا خارج شده بودم و کلا برنده بازی بانک های کشورهای دیگه بودن. پس دقت به این موضوع داشته باشین. بانک ها نقدینگی شما رو در بازارهای فارکس جذب میکنن و سعی میکنن از نقدینگی شما سودهای میلیونی و میلیاردی ببرن. پس به این نکته اگه توجه کنید، اگر من میخواستم اوردر استاپم رو توی این محدوده قرار بدم، 2 برابر محدوده استاپ من میشد محدوده این کف و اگر من زوم کنم میتونید ببینید که استاپ من رو هم نمیزد، یعنی تا نزدیکای استاپ من میومد و مجدد به سمت بالا حرکت میکرد. حالا اگه بخوام مثالهای متفاوتی رو براتون بزنم توی این قسمت بالا، حتی اگه من میخواستم پوزیشن فروش باز کنم و یک پوزیشن فروش بگیرم، مجدد من در این نواحی اوردر فروش خودم رو باز میکردم و میگفتم من میخواستم 1 برابر این اوردر استاپ بذارم. من الان با قرار دادن 2 برابر و منطقه پایین تر میتونستم به صورت کامل یه ریسک به ریوارد 3 تا 4 رو
از بازار داشته باشن. پس به این نکته توجه کافی رو داشته باشین در بازارهای مالی تا بتونین از کل سود بازار استفاده کنین. این یکی از نکته‌ها بود که بسیار توی چند سال فعالیت بنده در بازارهای فارکس کامل دیده شده بود و توی بخش‌های خارجی هم راجع بهش صحبت شده بود، نه به صورت واضح، و من این رو به فارسی در بخش یوتیوب ندیدم. حالا شاید خیلی از همکاران راجبش صحبت کرده باشن، ولی نکته مهمی هستش میتونید 10-20% سرمایه‌هایی که توی اون بخش استاپ میخورن و از بین میرن رو سیف کنید و توی معاملاتتون بتونید بیشتر ازش استفاده کنید، چون توی این روندهای تکنیکالی خیلی از این موردها مشاهده میکنید. توی کف دوم هم شما اگه مشاهده میکردید مجدد با اون شادویی که زده بود من مجدد استاپ هم خورده میشد و از معامله خارج میشدم. دقت کنید اگر من 2 برابر معامله‌ام رو استاپ قرار داده بودم میومدم پایینتر و توی منطقه پایینتر استاپ قرار میدادم و مجددا وارد سود میشدم و میتونستم سود خودم رو از بازار دریافت کنم. به این نکته توجه کنید، میتونید 90% معاملاتی که استاپ میخورم و دوستانی که میگن من زیاد استاپ میخورم توی فارکس و حالا این موضوع رو توی بخش بازارهای دیگه مطرح نمی کنم، موضوع امروز ما راجع به بخش فارکس بود، راجع به بخش اسمارت مانی بود و راجع به دریافت نقدینگی بانک‌ها از کاربرایی مثل من و شما که بسیار بهش برخورد کرده بودیم. گفتم حتما این ویدیو رو خدمتتون آماده کنم و قرار بدم برای دوستداران بازار فارکس. باز هم از تک تکتون تشکر میکنم که ویدیوها رو تماشا میکنید و با لایک و کامنت و سابسکرایبتون هم از بنده حمایت میکنید که براتون محتوا جالبتر، عالیتر و کاملتری رو تولید کنم. بازم تشکر. یادتون نره ویدیو آموزشی رو برای دوستانتون هم ارسال کنین و خداوندی‌ها رو نگهدارتون.